چراغا برای باز شدن نیاز داره به چی؟ یک راهنما رو پشتش باید در بیاری. چرا؟ آخر کارت که میرسه میزنی راهنما رو میشکنی. چیکار میکنی؟ یه دونه چارسو برمیداری یا یه دونه دوسو. دو تا دونه پیچ داره پشت چراغ. دو تا دونه پیچ داره. بیشتر چراغا دو تا سه تا بستگی داره. بعد پشت چراغ رو نگاه کنی. یه وقت نه به اینا دست بزن، اینا باز نمیشن و باز شدنی هم نیستن. یکی برای موتوره یکی برای تنظیمه. دو تا پیچ ریز توی بیشتر چراغا هست. خب چیکار میکنی؟ اینا رو باز میکنی. پیشگوشتی میندازی، یه پیشگوشتی جوندار تقریبا. یه جوندار میندازی. پیچشو باز میکنی. این پیچ یه دونش که تلقه نگه داشته، یه دونم بسکتو نگه داشته. آقا میندازی پشت چراغ، پیچا رو باز میکنی. این هم بودی درسته اینجا. این رفت کنار، این شد سه تا. قسمت بعدی نیاز داری به چی؟ یه دونه سشوار صنعتی.